قسمت آخر داستان حدیث و محمد. یه سوال تکراری از من میپرسی؟ منو نپیچون. اون شب کجا رفته بودید خارج از تهران؟ هیچ جا بابا، دارید اشتباه میکنی. مشخص میشه. پاشو بریم. چند بار نمیام دیگه. آگاهی. اونجا خانمتو پیدا میکردین، الان پیدا شده بود. بفرمایید، تو رو خدا منم به کارم برسم. از خودت نمیای. نظام آبادی بیا داخل. نمیخواد. خودم میام. پس بیا بریم. راستی اون خانم کجاست؟ خانم کیه؟ خانم رئیس، همون که باش دربند رفتی. ایران نیست. رفته. حله. بفرما. محمد بعد از چند هفته بازجویی و مقاومت اعتراف کرد و حکم قصاصش صادر شد. و خانم رئیس هم بعد از قتل حدیث مهاجرت کرده بود، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار گرفت. همکار حدیث، مریم، با سهامدار جدید شرکت آشنا شد و به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد. و این بود پایان داستان محمد و حدیث که به خاطر دلایلی اجازه ساخت قسمت آخر رو ندادند و این داستان بر اساس واقعیت بود.